برای حل مشکلات بزرگ در کوتاه‌ترین مدت. این ذکر تجربه شده است عزیزان، که کسانی که مشکل بزرگ دارن و حل نمیشه تقسیم کنن بین اعضای خانواده روزی 1000 مرتبه، 200 مرتبه یکی، 200 مرتبه یکی، تا 1000 مرتبه روزانه، همراه با تلاش، جد و جهد برای حل اون مشکل، و روزی 1000 مرتبه این ذکر رو بخواند قطعا مشکلشون حل میشه. بنده خودم اینو تجربه کردم که به شما تجویز میکنم عزیزان، هر کس مشکل اداری، مشکل سیاسی، مشکل خانوادگی، هر مشکلی داره، اینو روزی 1000 مرتبه خودش یا تقسیم کنه بین اعضای خانوادهش و این ذکر رو حتما ورد کنن، و اعضای کلاس هم روزی 100 مرتبه. اونایی که مشکل دارن روزی 1000 مرتبه مشکل حاد همراه با تلاش، و اونهایی که انشالله مشکل ندارن چون این ذکر اجر عظیمی هم داره روزی 100 مرتبه این ذکر رو انشالله ورد